درود بر همه شما عزیزان. بهار و نوروز مبارک. برنامه سلام هموطن است و امیدوار هستم که همه شما صحت و سلامت هستید و آمادگی همه شما به خاطر جشن بین المللی بهار و نوروز هست. چنانه که میبینید من در سر علاقه توقع گلدوزی را گذاشتم و این توقع گلدوزی محلی مردم درواز است و مادر دروازی این را با هزار یک آرزو و با هزار یک هوس سوزن زده است تا برای جگربندان این ملت را گرفته در سرشان بمانند. خیلی ما هم گذاشتیم بهار و نوروزتان مبارک باد میگوییم. در برنامه ما امروز یک چهره بسیار نمایان، یک ورزشگر بسیار خوب و معرفی کننده این ملت و این سرزمین، یک جوان خیلی هم با غیرت و جوان رشید و دلاور ملت تاجیک است با نام کرامتلو صوفیوف که الان در اروپا به سر میبرد و پیوسته تمرین میکند تا در محاربه های آمیخته شرکت ورزد و پرچم ملت تاجیک را پرافشان کند. و الان ما در خط تلفن آنلاینی با او پیوست هستیم و همه شما را دعوت میکنیم که شاهد صحبت ما بشوید تا بدانیم که الان کرامتلو چه حال دارد. و پیشکی یادرس میکنیم کرامتلو به تازگی یک محاربه داشت و در محاربه پیروزی به دست آورد و ما این پیش از همه برای همه ملتان خویش تهنیت میگوییم، تبریک میگوییم و بگذار همیشه نمیگونه آوازه های خوش را به مردم این سرزمین برسونیم. و درود بر شما کرامتلو. السلام علیکم اکا جان. کرامتلو چه حال هوا داری؟ خوب هستی؟ چینج هستی؟ تشکر اکا، سوز خوب را. بسیار خرسندم که شما در 11 محاربه که گذراندید، 12 محاربه گذراندید، در 11 تا دست بالا شده اید. همینطور است؟ تبریک باشه. براستی ما قبط گوش گرفتیم که امروز یک همدیار ما، هم ملتی ما در اروپا است ولی پیوسته کوشش میکند تا معرفی کننده این سرزمین باشد. و بگوید که انا همین حریف شما از کدام دولت بود و چگونه در باره این حریف شما آمادگی دیده بودید در مقابل این حریف؟ راستی حریف ما از برزیل بود. حریف پیش ما از برزیل بود که پیش از یک هفته زخمی شد. چی برآمد؟ از بازی برآمد. یک تا دیگر در یک هفته پیدا کردن. حریفی بود که ما پیش ازی با هیچ یاری ندیده بودم، با دیگر کسی دیده بودم. خیلی هم جوجوتسی کاری خوب است. جوجوتسی کاری خوب بود که مثلا کمی اگر که ما قطیش گوشتین میکردم در زمین میتونست که سب میشین کنم و همون میگرفتیم که قطیش ایستاده جنگ کنم. بسیار هم بودید یکو علیکای بابگی هم شما میکردید، بسیار ورود میرفتن همون علیکاتو. بگید که همین علیکای از کی آموختید؟ من باید دارم که شما در تاجیکستان هم گوشتین میگرفتید؟ اکای جون میگرفتیم، هم تاجیکستان در میگرفتیم گوشتین، کم وقت در گوشتین میکردیم. نه که خیلی بگیریم که فقط گوشتین کنم برو مازی کنم نکردم. هم تو کم ترک گوشتین کردیم. همونجا فکر میکنم همه تکنیکایی که از ما ایجا بسیارتا چی میکنم همش از همون هست. یعنی که زمینش همین گوشتین ملی تاجیکی است؟ همینطور است؟ گوشتین ملی تاجیکی است. کرامتلو شما از دهه زینگراغ رفتید به روسیه، از روسیه به اروپا. همین خیلی بود؟ نه اکای جون، من اول چی رفتم؟ اول قزاقستان رفتم. قزاقستان در اونجا ماشاءالله در قزاقستان هم صاحب بسیار چیزا شدم، مدالای خوب، یعنی چمپیونات قزاقستان هم گرفتیم. در همین رشته؟ در همین رشته؟ سامبو اکا. سامبو بود؟ سامبو بایوی سامبو هم خاکی فقط همون کاستوم قطعی جمع میکنیم. بعدا با کراسنودار رفتید؟ نه بعدا با چی رفتم؟ کالینینگراد. کالینینگراد در اونجا بعد با پروف چی اومدم؟ با پروف همی کریر خطی اومدم. پیش از این یاد همی لوبیتل میگن، یعنی اینایی که مثلا در سطحی پسترک هستن از یو کردیم، یک تای 100 تا فایت کردیم راستی. بعد از او بعد با این پروفی اومدیم. یعنی به طور پروفسیونالی علاقه شما شامل اکتاگون میشوید؟ شما هر باره به میدان میبرید، میدونید که در تاجیکستان چقدر مخلصا دارید، چقدر هوادار دارید، حتی پدر و مادر شما شب و روز خواب نمیکنند.
و شما در تماس میشوید پیش از با محاربه برآمدن با اونها؟ یک کم کم میشم، بسیار پریشان میکنن، بسیار غم میخورن، میگن که یعنی میگن که نکرد میکاره راستی، میگن نکرد نیکی خیلی که ما میکرد رفتیم تا خیشم میریم. وقتی که شما بای میگذروندین در میدان بودین، یک گروه نفرایی بودن که به زبان تاجیکی شما رو تشویق میکردن، اونا کی بودن؟ راستی زیادی از همینجا هستن، برادرای تاجیک هستن که زیاده همینجا تقریبا همونجا اگر بگیریم 50-60 کشش بچه تاجیک بودن همونجا که زیاد دستگیری خوب کردن، نه فقط در سوسال لیسه تکم اینجا میبیان تاجیک ها ماشالله از همه بالشگاه خوبترین. ما فقط برادرای تاجیک خدمت میبینم باور کرد، هرچی که نباشه دیگه ملت ها هم هستن از طرف قزاقستان ما را خوب دستگیری میکنن، از طرف کالینینگراد دستگیری میکنن، از روسیه، اما زیاد ما همین بچه خودمون رو میبینیم به حد برای خون هستیم، یک ملت هستیم، زیاده از همین طرف هست. زنده باشه کرامت الله جان. یک کمی سوالهای ما به سالهای پیش برمیگردد، به او خاطر که شما در یک برآمد خوب که داشتید و غالب برآمدید و خستید در همون میدان گفتید که من این غالبیت رو میبخشم به یکی از نفرایی که برای آبادی میهن، برای آبادی منطقه بعد یک منطقه بسیار زیبای بدخشان درواز شیرالی شاه بخشیدید. این بچه خاطر بود؟ روسیه که ما خودم در همون مکتبی که همی شیرالی سوس میگه در همون مکتب ما خودم مکتب بود کردیم تو صنف 11 همونجا ما تمام کردم خوندم. ما از خوردی راستی گپ زیاد شنیدم به حد که کمک میکنن دستگیری میکنن، فقط من میخواستم که یک روزی از دوستان مثلا من نامی همی ادام بگیرم تو اسم میخواستم که یعنی نامش باشم به سبب اینه که مثلا زیاده کمک رسیدگی از زیاد کمک میکنم هم. نه فقط شما برای همچون مینادارگی بیان کردن همی خبرت؟ شخصا نمیشناسم اکا، اما زیاد کمکاش زیاد دستگیریش هست اصلا آدمایی که در ما اومد که زیاد دستگیری میکنه از اما حساب شما حتی در پیراهن تو عکسی شیرالی کبیر نصب کرده بودید؟ در چی در همون فوتبال ندونم دیده بودم ما او یک مثل بسیاری هم فکر کردن که همچون سپانسر همچون چی نه، ما خودم در این حال در آلمان قرار دارم، ما این حال ماشاءالله یکم کمبودی ندارم که مثلا بگم که او مرا کمک چی نه. مثلا وقتی که پیش دا احتیاج داشتم به سپانسر اونجا ما وقتا گذشتم آمدم اکر ماشاءالله ما پرو فایتر هستم که در همه فایتر خودم ماشاءالله من یعنی پول خوب میتونم، من احتیاج ندارم، اما فقط همین که من خواستم که همون شخص مثلا یک منادارگری خدمت از تمام از نه فقط از تمام مردم تاجیکی که مثلا کمک کردگی از همه منادارگری خدمت برسونم. فقط همین. سلامت باشید. خوب بیننده عزیز، ببینید یک جوانی که بسیار هوشمند است، روشن فکر است، برای مینادارگی و برای اظهار سپاسگزاری از یک از فرزندانی که پیوسته برای آبادی دیار درواز مثلا کوشش میکند، برای اظهار مینادارگی و بسیاری ها ما هم خیلی تیم داشتیم که شاید برای این یگان سرپرست لازم است و یا برای پول داده تا که او را تشویق کند، نه اینطور نبوده است. ما بیشتر در سر این بحث بود که هیچ خیلی است و که این جوان دیدید میگوید که من حتی با او بار دستی سلام نکردم و بار با او صحبت هم نکردم، به خاطر نمی گرامی داشتی نمو خدمت هاشو پاداشی نمو زحمت کشیده ایستاده است برای پیشرفت این سرزمین. و همون خاطر من می‌ستایم انا این جوان هوشمند رو که ببینید از دوری های دور ایستاده سپاسگزاری میکند، یعنی که برای زحمت و به قدر زحمت و به قدر تلاش های هر یک شخصی که زحمت میکشه میرسد. و کرامت الله عزیز بگوید که شما هر یک محاربه که میبرید چقدر گنرار برای شما میدهند؟ یا ایشان باید در نخونک باشد؟ راستی گم همین بسیار سوال میدن نکه ما ماشاءالله گنرال ما خوب است که گنرال ما ماشاءالله خوب است، اما ما هم میگم که ما در همین روی که ما الان هستم یعنی رسخودی من زیاد است. اگر من رسخود ما الان در شما بگم شما میفهمید که من چند قدر درآمد دارم. هر یک فایت من میکنم اگر که این حساب حساب کنیم نه کم از 3-4 هزار دلار فقط من 4 هزار یورو فقط من در همون رسخودی چی میکنم که مصرف زیاد است. مصرفی که فقط از چی میکنی که برای که
تو یعنی دیت هم میکنی وزن خود کم میکنی همه یا پول میستن که فقط همین قسم ما همین چیز میروه این ما باید باور نمید کسی که مثل ما فایتر است و چیزا میفهمم. وزن چند است کرامت الله؟ این حالا که من 80 کیلو وزن دارم. 80 کیلو. چقدر وزن میگیری که با میگردی به همون 80 میای؟ تو اسم دوازن 68 کیلو جمع میکنم، این دو دوازن 68 کیلو جمع کردم. یعنی 80 به 68 خط خراب کردی؟ در مدت 15 روز ما خدمات خراب کردم. تو اصلا اینجا سپیڅال همون سوی دیتی هستن که خرج همون خیلی زیاد است که تو را باید یعنی استعمال کنی که قوت باشه و وزن پایان روه. خوب فرامت الله، شما با غرض همین تمرین کار دیگه هم دارین یا نه یکم کار میکنید؟ انا یه سوال مگه زیاده این سوال هم زیاده راستی گپ نه من کار نمیکنم. راستی گپ من از وقتی که من آلمان آمدم از اون وقت من کار نمیکنم. در روسیه مثلا داشتم پرو فایتر بودم، مثلا 5-6 تا فایت داشتم که تروفی بدن نه که من کمی کار میکردم. اما اینجا آمدم الان ماشاءالله همون فایت میکنم و همون در زندگی دارم. تو همش از همون فایت چی هست. قطعی یگان افغان و ایرانی ها هم هستن؟ در کجا که؟ در همون گروهی که تمرین میکنید؟ زیاد هستن. یعنی این تو چه ایرانی هم هستن، افغان هم هستن، پروفی هستن. مثلا تو که ای تو بگیریم که لوبیتلو زیاد اما او تو فایترهای خوبش کم هست. هوسکارو پرانه آدمایی که سیدخند هستن کمه. بچه خاطر سوال داماد به خاطر که بسیار طرز گپ زنید به مانند امروز شیسته است، به خاطر که قطعا بسیار گپ زنی هم تریشه هم تنه تاثیر میرسونه. راست نه این جای یگان قیل قال نداره در کاری که به همون زبان بسیار گپ زنی در گویشت میشینه. همون خاطر کرامت الله که در جای فارسی زبان ها هستن و کم و بیش لهجه دری و لهجه ایرانی ها رو استفاده میکنه مشکل نیست، چون هرچی میگویی بگو بحر ما تنها زبان مادری است، یعنی زبان فارسی است. به هر گونه که حرف بزنیم ما چون همدیگه را که میفهمیم مشکل نداریم. خوب کرامت الله جون، ما همیشه دعاگویان هستیم که شما دست بالا باشید، دعاگویان هستیم که مدام پرچم تاجیکستان در بالای شانه های شما باشد، شما گیر یعنی میدان بچرخید و ما از این دوری ها افتخار کنیم و بگوید که پدر و مادر شما نمیگویند که کرامت الله بخیز بیا درواز، بخیز بیا تاجیکستان یک میدان توت انجیر بخبره؟ راستی گپ زیاد میگم بخدا میگن بیو من راستی گپ یک 6-7 سال شده نرفتم. جدی میخوام برم، انشالله باید برم. زیق نشیه؟ نه زیق چی بانه یکا زیق شیگی کنکرین زیق شیگی مکن خیلیو که ما هم میخوایم دیدار تای نزدیک ببینیم. انا اینجا باز میبینن جوانان نوراسا شما رو میبینن ای نزدیک با حواسی مشت زیادتر میگرم. خیلی درسته. رو پا از طرف دیگه نفران بدن از طرف دیگه اکوی که مثلا اکوی پاتریوتو هستن نکر جبلی بیان نفو هستن که مثلا دعوت میکنن و مثلا میخوام سریچت کنن، میخوام که چی کنن. ما گفته بودم که اگر که برم اینشو خیلی می نویسم میگم که ما میرم خبردار میکنم. شما در کدام شرکت اعضا هستید؟ در کدام کمپانی؟ شرکت یعنی شرکت دفعه دامی بود. بله موزی کنترکت اینی حال ندارم که کنترکت ندارم. کنترکت فقط یک بار کرد یک فایده ما کنترکت میکنم که سببش اینه که بسیار اصلا ارگانیزاتوری که میخوان که مرا پادپیسات کنن، میخوان که یعنی 1 سال 2 سال 3 سال مقدمه یا کنترکت کنم. راستی گپ من پلانم طرف بالا ما طرف بالاش کدوم طرفه؟ طرف روسیه که میدونن تمام. چقدر راه مونده از دیگه برای UFC به اندیشه شما؟ باور کرد
راستی گپ راهش فکر کنم الان ما در همین درون هستیم. فکر کنم من عین حال فکر کنم یکی کمی طاقت از سبب این کمی همین مشکلی چی است دکومنتی است که مثلا ویزا همین سال انتظار داریم. همین کارا انشالله بشود او طرفش همش حاله، یعنی اصلا مثلا منیجر خوبی هستن که به خاطری که همین ما شیرداگ میگیم همین تاپولوژی همین رکوردی که الان عین حال ما دارم، یعنی ارزنده همون یو اف سی هست. مثلا ما یعنی جوابگو هست به همون طلباتو. خاطری چی؟ به خاطری که عین حال در همین گرمانی که من قرار دارم نیست فایتری که مثلا قدیما بجنگه نیست، نه عین حال نیست در همین وزن نفهمید در همین وزنی که شما هستید در وزنی که من هستم نیست. ما یعنی دازه بود این چیزایی که ما خودم موتو ندارم خیلی چیزی که یعنی شو کنم همه را بگومه بیای جمع کنی نمیگوم، اما زیاده سوی که من خودم 66 کیلو جمع میکنم در 70 کیلو هم در 2 توزی وزن ده من تیارم که قد هر کسی باشه در همین آلمان مثلا فقط حمیلت خودم نباشه ما بجنگم، نیکی نیست همشون یعنی رد میکنن فایتر، یعنی قبول نمیکنن، میگن حریف برای ما آن بده، یعنی حریف آسان میکنن که بله. چقدر وقت لازم داره بین این محاربه و محاربه دیگری؟ چقدر وقت میخواه؟ در محاربه آینده درست است که؟ بله. راستی همین رمضان از استراحت میکنم. اگر همین رمضان مثلا چی نمیکرد فایتو زیاد بودن در فرانسه بودن فایتوی که مثلا در یو اف سی پخش میشه برای درآمد یو اف سی در اونجا زیاد اجنو هستن، زیاد چیزا هستن، اما از سبب الان انشالله رمضان است باید ما کمی چی کنیم روزه و نماز کنیم، پس از این بعد انشالله فاید میکنیم ازش. بله هر کجا که میره ما موفقیت میخوایم برای شما کرامت الله. در این روزهای بهار و نوروز چی گفتنی هستی به مردم تاجیک به هموطنا؟ خیر میگم ما ربیم که رمضانشون مبارک، آمد رمضان های میره گفتنیم چی بگم با همه گفتنیم که هم اخچه نگاه کنن باید باشن، مقصد در دیگر را دوست بدارن، احترام کنن، سم گلابن پاتریوت باشن. تمام برای ما همه چیزا بسیار چیزایی که ما در تمام دنیا میخوایم معرفی کنیم که ما چیم که بدونم که مثلا بله همه خمیلت همه خاطر همه کار را میکنیم انشالله که ملت ما مقصد تاجیکستان ما همه وقت پیش برود. سلامت باشه. به شما موفقیت میخوایم کرامت الله جان. از رحمت اکرم. سلامت باشه. خب دوستان عزیز شنیدید صحبت ما رو با یکی از بسیار پهلوان و نامور ملت تاجیک کرامت الله صوفیوف که در اروپا قرار دارد و به نزدیکی یک محاربه داشت و در این محاربه بر حریفش دست بالا شد و پرچم ملت تاجیک پرافشان نمود. به همه شما در این روزهای بهار و نوروز موفقیت میخواهیم، سربلندی میخواهیم و برنامه سلام هموطن همیشه برای هموطنان خویش است. سلامت باشید.